اگه یه روز توی فرودگاه بودی و دیدی همه کسایی که اونجا دارن بهت لبخند میزنن، باید بدونی که وارد دنیای اشتباهی شدی. پس کارایی که میگم با دقت انجام بده. 1. لبخند بزن و تا وقتی از اونجا خارج نشدی این کار رو ادامه بده. 2. از در خروج بیرون نرو، چون تو رو از اونجا خارج نمیکنه. روی تابلو فقط یک پرواز بدون مقصد لیست شده. گیت رو پیدا کن و توی صف منتظر سوار شدن باش. 3. اگه کسی نزدیک شد و از تو ساعت پرسید، ساکت باش. احمد محسن و فقط لبخند بزن، چون اونجا زمان وجود نداره و اونا بهت شک کردن. 4. وقتی وارد هواپیما شدی و نشستی، کمربندت رو نبند، وگرنه دیگه هیچ وقت از اون صندلی بلند نمیشی. اگه مهماندار برات غذا آورد، اصلا ازش نخور. 5. وقتی چراغ‌های هواپیما خاموش شد، بلند شو به کابین خلبان برو. مواظب باش خدم پرواز تو رو نبینن. 6. وقتی وارد کابین شدی کسی رو اونجا نمیبینی، زود دکمه قرمز رو فشار بده تا موتور هواپیما از کار بیفته. وقتی هواپیما سقوط کنه تو به واقعیت برمیگردی. حالا باید زود قایم شی، چون اگه اونا قبل از برخورد پیدات کنن دیگه برگشتی در کار نیست. موفق باشی.